درود بر شما. امیدوارم عالی باشید. امروز اومدم با یه آموزش جدید، آموزش شمع پاییزی. اول از همه وسایل مورد نیاز: فتیله، چسب دو طرفه، ظرفی مورد نظر. من از ظرف شیشه‌ای استفاده میکنم، میتونید از لیوان شیشه‌ای استفاده کنید. پارافین 3% و سشوار و همینطور رنگ مورد نیازتون. اول از همه من ظرف رو کاملا تمیز میکنم و هیچ گرد و خاکی نداشته باشه. بعد از اون فتیله رو که دارید مشاهده میکنید، فتیله رو با چسب دو طرفه بهش میچسبونم و به انتهای کار شیشه ایمون میچسبونم. محکمش میکنم که از جایی قشنگ کاملا بچسبه به ظرفمون. بعد از اون میذارمش کنار و پارافینمون رو ذوب میکنیم. رنگ مورد نظر رو میریزیم داخلش و با دماسنج به درجه 80 که رسید داخل ظرف شیشه ایمون میریزیم. باید توجه بکنید که ظرف شیشه ایتون رو حتما گرم بکنید. بعد پارافین رو بریزید داخل ظرف شیشه ایتون. و در کنارش من میخوام شات کدو بزنم، کدو پاییزی. از کدوهای کوچیک پاییزی استفاده میکنم. رنگ همین نارنجی رو استفاده میکنم، میریزم داخل قالب سیلیکونیمون. و اینجا یه نکته وجود داره: حتما مثل ظرف شیشه‌ای که حرارت میدادید با سشوار گرم میکردید، قالب سیلیکونیتون رو هم تمیز بکنید و بعد از اینکه تمیز کردید سشوار حتما باید بگیرید که کارتون خراب نشه. منظور از اینه که کارتون خراب نشه وقتی که کدو رو یا برگ یا هر قالبی که هست رو در میارید، اون شمع رو سفیدک، برفک یا دوندون هوا نداشته باشه، حباب نداشته باشه. من دارم الان برگا رو دارم میزنم با همون رنگ نارنجی و قبلا هم از رنگ سبز و زرد استفاده کردم کنارش که یه تنوعی بده به کارمون. و همینطور که میبینید بعضی جاهای قالب رو که میبینید نمیگیره، من با سیخ چوبی کناره ها رو باز میکنم که پارافین اون انتهای برگ رو هم شاملش بشه و بره داخلش. حالا این مرحله که میریم به مرحله بعد، اون مرحله خامه زنی هستش که از پارافین 3% به مقدار لازم میریزیم. به درجه 60 درجه که رسید استوب میکنیم و میذاریم بمونه. بین 50 تا 55 درجه که رسید خودش رو بس، شروع میکنیم به هم زدن. انقدر هم میزنیم تا حالت خامه رو به خودش بگیره. حتما دقت بکنید که خوب هم بزنید. هم میتونید با قاشق یا با همزن برقی یا همزن دستی استفاده بکنید و خوب هم بزنید و داخل یه نایلون و ماسوره که داشته باشه بریزید پارافین خامه ایتون رو و در آخر داخل شاتتون انتقال بدید. تو تصویر دارید نگاه میکنید که من کاملا هر چی که پارافین بود داخل نایلون، داخل قیفم، همه رو انتقال میدم به ظرف شاتم و در آخر هم با برگ‌های پاییزی و به رنگ نارنجی و کدوهای مینیمال کوچیک که قبل فیلم داشتید نگاه میکردید، اونها رو همه رو روی کارم نصب میکنم. حالا میتونید رنگ‌های متنوعی استفاده کنید، میتونید رنگ و با رنگ استفاده کنید، قالبتون رو رنگ‌های دیگه استفاده کنید، مثلا زرد، نارنجی یا قهوه‌ای، ولی من از رنگ زرد و نارنجی استفاده میکنم برای برگ‌ها و خود کدو. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. خب برای تزیین کار دارید میبینید که من همه برگ‌ها و کدوها رو میذارم روی خامه ها و این میشه کامل نتیجه کارمون. یه کار خیلی شیک و مینیمال و پینترستی هستش. امیدوارم خوشتون اومده باشه و همینطور میتونید هر لیبلی که خواستید و همینطور برند خودتون، لیبل اختصاصی خودتون رو روی کارتون نصب کنید
امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. ممنون میشم سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو حتما بزنید تا ویدیوهای جدید رو زودتر از همه ببینید. سپاسگزارم.